سلام بچه‌ها، به اولین ویدیو کال آف دیوتی خوش آمدید. اینجا هم میخوام بهتون یه چیزی یاد بدم، هم از ویدیو لذت ببرید، هم برای یادگیری و هم لذت بردنه. توی کال آف دیوتی وقتی که وارد میشید اینجا چند تا چیز دارید. این سمت چپی برای تکون خوردنه که خود بازی هم بهتون توضیح میده. این برای نشستن و یه بار بزنید میشینید، یه بار میزنه پا میشه. اگه بود دوید اینطوری و اینو بزنید لیز میخوره. با این میپره، با این زوم. خیلی خوب، منصرف شدم. هیچی. با اون زوم وقتی هم که بود دارید توی روی اون نشستن کلیک کنید اسلاید میزنه. اون یکی هم که جامپ و این زوم و اینم بدون ایم تیراندازی کردنه. خیلی خوب، طرز این بازی سرچ اند دیستروی چطوریه؟ بازی سرچ اند دیستروی چه مدلی هست؟ من الان سوالتون شده مثلا الان تو اینجا باید چیکار کنیم و اینا. اینجا 3 راه بود داره. این 4 تا پورشه برنده میشید، ولی حالا این چطوری این 4 تا رو پر کنید؟ این الان سوال همتونه. مگه اون نمیذارم توضیح بدم. این 4 تا چطوری پر کنیم؟ یه راهش اینه که همه انمی بمیرن که یکیش یه دونه پر میشه. یکی دیگه‌اش اینه که اونا بمبو پلنت کنن و ما خونساش کنیم، یا اینکه بمب بتره که توسطمون که ما بازنده میشیم. اون هیچی، بستگی داره بمب دست کی باشه. و سومین حالت اینه که بمبو پلنت کنن و تایم تموم شه، یا اینکه در مورد ما اگه ما بمب داشته باشیم یا پلنتش نکنیم چیز میشه دیگه، تایم تموم میشه با ما برنده میشیم. اگه پلنت هم کنیم تایم تموم شه ما برنده میشیم. اینطوری قضیه. یعنی اگه اونو پلنت کنن و شما نرید کنساش کنید بمبو، شما بازنده بازی میشید. قواعد بازی اینطوری جلو میره. حالا اصلا الان یکی مساویه. یه چیز جالب دیگه هم بهتون بذارید نشون بدم. اینجا یه لیدر بورد داره که اولیش کیل، دومیش پلنت، سومیش هم دیفیوزه که این بستگی به چه تعداد کیلاتون، پلنتاتون و دیفیوزاتون داره که اسکور نهاییتون رو میزنه. اگه اسکورتون بیشتر باشه نفر اول میشید. و سمت راست بالا و سمت چپ اونجا میزنه نایس. سمت راست بالا، سمت چپ بالا چند تعداد آبی و قرمز میزد که نشون میده چقدر آدم زندن. الان مثلا یکی این زنده است و یکی این، مثلا دو نفر کسی دیگه زنده نیست. الان قرمز یه نفر فقط داره. قواعد بازی این شکلیه و اینجا یه دونه وایس داریم نزدیک به مپ، همین مپی که میبینید که خود این فرد زرده و اون یکی آبی. اگه دوست باشن با هم دیگه این فرد سبزه، میفهمید کجا باید برید. مثلا اینجا زده همه جاهای مپو بدونید کجا برید. و اگه بمبم دراپ شه، یعنی کسی که دارای بمبه و بمبو دراپ کنه، میتونید بالای جسدش وایسی تا این بیاد تا کیلش کنید. اینم یه راهشه برای کیل کردن. این راههای کیل کردن و امتیازگیری و توضیح بازی و اینا. حالا اینجا مثلا میشید گانتون اینطوری کنید. ببینید اینطوری مثلا این شکل گانتون رو اینطوری بیارید اینجا، یا اینکه دنس بزنید نقاشی کنید مثل این. همونطور که دیدید این کارهایی که گفتم بود. حالا بریم سراغ بازی و از بازی لذت ببرید. دیگه توضیح بسته فکر کنم براتون. We got the bomb. یه عالمه ممکنه انمیان گاهی اوقات اول کاری وارد بازی میشید ممکنه باز بشن اینطوری که انمیای منو میبینید نباشن. به خاطر همین ممکنه
اولش بدتون میاد، ولی مثلا زیاد بگیرید یا اینکه لولتون بره بالا یا اینکه رنگ مچ بازی کنید، انمیان هی قوی تر میشه تا وقتی که شما بازنده بشید. بازی اینطوری پیش میره، کلا قواعدش این شکلیه. یعنی اولش ممکنه چیز باشه یا اینکه چند وقت یه بار مثلا وارد بازی میشید بهتون بات بده گاهی اوقات، ولی وقتی که خیلی قوی میشید اینطوری نیست. و اینکه تکتیکال هم داریم که کاربردهای مختلفی داره. این بهتره بند تو رفت یه جو دیگه من درکش این سمت چپی هم که میبینید ریلود و اونم که گفتم بهتون حرکته میشه نگفتم، اینم زومه. همین رو بهتون توضیح دارم دیگه، از بازی لذت ببرید. وای یکی داشت خبر خوبی نیست. من سمت بمب بهتره. خیلی نزدیک بود بمب دفیوز بشه. واقعا من همه متاسفم که رفتم میدونم یکی مرده. بچه ها خیلی خوب، امیدوارم از این ویدیو لذت کافی برده باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا حافظ.